بچه اوسفاز سامورایی هستم. اوسفاز سامورایی هستم. اومدیم با ویدیوی ولاگ جنی منی ترسناک آقا. الان داریم میریم به سمت اون جای ترسناک. خیلی آقا ترسناک، یعنی من نمیدونم. آره اصلا نمیتونم برم. بعد الان سمت راست میریم. الان شروع میکنم. برشم لایک کامنت اینا فراموش نشه. خدافظ آقا. الان داریم میریم. خیلی آقا ولی ترسناکه. من کات میکنم این انسانه. الان داریم میریم. اومدیم آقا رفتیم اونجا ویدیو میگیریم. آقا خیلی نزدیک شدیم. الان دیگه میرسیم. آره آقا اینم ماشین آرزوهای یکی از دوستام احسان اسمش. اینا هاشش ماشین آرزوهاشه. اینا هاشش اینه. اینقدر اینو دوست داره اصلا میگه نگاش نکنید. میگه نگاش کنید خط میفته. خیلی عالیه. آقا ما برسیم اونجا براتون بقیه ویدیو رو میگیریم دیگه. آقا راستی دای سپر چراغ قوه‌م آورده. یا عباسه. آقا راستی ببخشید دیگه، هم تبلت من هم تبلت سپر. این گرافیکش همینجور که میبینید دوربینش عالیه. آره راستی من بودم اگه اینا رو ساختن که بچه آیفون اومده. نگاه کن. ببینم استاد گرافیک ببینم. مهدی میگه گرافیک مانگرافیک همین بهتره. آقا احمدی انگار کرم میلونه. راست میگه. راستی انگار آقا فیلم ترسناک. آقا فیلم ترسناک رو که دیدیم اینجوری میشه. تلویزیونا یا اینجوری میشه. عین فیلم ترسناک اصلا دور. آقا اینجا یه ذره خر تو خره. رسیدیم اونجا فیلم بقیه رو میگیریم. آقا دیگه نمیخوام دیگه کات کنم. داریم میریم. اینجا مرچل هم داریم. همیشه اینجا میان. حالا داریم الان راه میفتیم. این هم سپره. خب آقا اصلا این کوچه ها رو آدم میبینه طوری میشه. چرا مثلا اونجا آقا یه ایراد دیگه گوشی هم داره اینه که چراغ قوه نداره. آره بود اصلا عالی میشه. آقا ولی من که واقعا سبب خودتون بید من اون تای فیلم میگیرم. آره دیگه. نه من جام خوبه. این قله سبب همه جا رو برو. قشنگ همه جا رو ببینم. راست میگه آقا. آقا میبینید که سپر داره زوم میکنه. آقا بیاید. آقا وقتی ولاگ ترسناک میگیریم باید بیاین دیگه. یه غلطی کردیم. آقا اصلا آقا اون چرا قوه رو بیار جلو. سپر چرا قوه داری بیار جلو. اینو راست میگه. بچه گربه سیاه نشونه جن. آقا مهدیه که اصلا انگار اینجا صبح داداش. مهدی را به درخت بالا. خداحافظ شما. بی این دوتا رفتن درخت بالا ولی ما نمیتونیم چون تبلت داریم. سال بیا سکی چیو یا حضرت استخود دوست محمد اوسفاز آقا میرین هیچی به سر من در بابا سبر اینقدر دوربین تکون ندیگه. یه جسد رو نشون بده. جسد کجا اینو جسد. بیاین میگه جسد. اون چاخونه نشون بده. راست میگه. آقا نکن یا حضرت چاخونه استخود دوست. این پایینه رو نشون بده. اینجا خیلی آقا ترسناکه. اینجا بگن اصلا اینجا مهدی میگفت اینجا اصلا ترسناک اون نیست. چی پشته باید چی گربه است. خب اوز میتون چله داره. میمون نشون بده. بچه یه چون تست یا حضرت آقا داره زول میزنه بابا. نکن گربه داشت همون تایی زول میزن. اون گربه رو ببینید اون بالا میمون. الان بالاخره میتی گربه یا میتی میمون. مهدی کجا رفت؟ مهدی رفت. بچه برید عقب با میمون داره دعوا. آقا بسم الله این زندگی تموم شد.
بریم آقا جای ما بعدی. کات میکنیم اینجا رو آره، بریم کار جای بعدی. آقا ما اون ته رفتیم بیرون. سپون آقا میبینید که دمپایی ما این وسط بل شد. خب آقا اون درخته رو اگه اون ته سپره داره میگیره اون بالای نکن. میتی میمون اون بالای نوکه است. میتی واقعا میمونه. آقا میبینید که میتی اون بالای گیر کرده. نه ای بچه در میتی سوسما میتی سوسمار سهم جدیده. آقا ما شکست بابا اسمتی بیا دیگه. آقا این ترسان تنجا بود یا بهتر اینجا؟ بدتر اینجا بدتری اگه بدترین بود که اگه این بدترین جا بود که آقا جور ایسانه اینجا طلا پیدا کردم. طلا نامه خیلی خوب آره. آقا بالاخره بعد مدت ها اونجا خالص بود اون ته بود. من گفتم بیتیه بود هیچی بلکن. آقا در راه مسیر هستیم خیلی عالیه. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله خفه شید یا لب 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 قد کن آقا اینجا رو باید سانسور کنم ولی نمی کنم من. اصلا اینجا کوچه هاشم ترسناکه چه برسه به خودش. من والا تنها جرات نمی کنم تو این کوچه ها بیام. اینا رو میبینید که دارم میرن. خب آقا من کات بکنم اینا گیاه اینجا راه گم کردم. بابا احسان 300 تا ماشین داره میگه اینم ماشین منه. میگه اینم ماشین منه. چند تا ماشین داری؟ خب آقا من دیگه تا برسیم براتون کات ویدیو نمیگیرم یا اگه مشکل چیزی اومد دیگه سایمه سنویه بابا. خب دیگه اگه مشکل پیش اومد ببخشید دیگه خداحافظ. دیدید دیگه آره. آقا من واقعا خودم نگهستم دوباره همونجا که گفتیم این ماشین احسانه اونم ماشین احسانه برگشتیم 1 ساعت راه رفتیم آخر برگردون من ما رو میبینید. من واقعا اومدم به شما بگم خیلی بده. حال دیگه یا گم نکنیم بقیه راه. آقا داریم میریم هم مسیرش نگاه کن این مسیره واقعا خیلی بده. مسیرش تازه آقا اینجا آره هنوز نرسید اونجا اصلی. بابا نکن دیگه احساس کنم جن نداره چرا قفت اینجوری میکنه. راستی بچه اگه دوست دارید قسمت بعدیش رو زودتر بریم لایک کنید به لایکید یعنی خدایی اگه ایرادی چیزی داشت تو کامنت ها بنویسید ما تو پارت دوم 100% ایرادش رو برطرف میکنیم. مثلا اگه گرافیک این بد بود ما با یه گوشه دیگه میایم باید بنویسید دیگه. اگه ننویسید ما خبری نداریم و نمیفهمیم شما چی میخواد. آره آقا انگار داریم میرسیم. آقا شاید یکی ایراد دیگه باشه که آقا 35 بار من کات کردم و دوباره ویدیو گرفتم ولی خب آقا واقعا نمیشه. اونا رفتم من انگار هم با شما حرف میزنم نمیشه. خب آقا اومد. آقا نظر من جو اولیه ترسناک‌تر بود ولی آقا نه ناموسا فوکوس کنه بده. آقا اومدیم تو این باغ جن زده اولی اینجا میگن جن من دیدیم اینجا. یعنی چی افتاد به زد میزنه شایعه پراکنی این به این میگن شایعه پراکنی. آقا گور به آقا اینجا ماشالله خیلی اینجا بده ولی نورش اونجا بیشتره و خب تاری میتی لولو میتی لولو پشت درخته است. میتی لولو رو مشاهده میکنیم که این بر اون بر میشه. آقا ولی اصلا اینجا ترسناک نیست نظر من. ها
یادگی نداری گفتی خیابون چی بود؟ اون چی بود؟ خب بریم آقا بریم جای بعدی. بریم آقا جای بعدی. این دوتا که اصلا تصمیم نمیدم. نمیدونم. من بیشتر آقا خیلی اینجا گوخ. آقا من واقعا نمیشه. آقا من کات بکنم تا جای بعدی. آقا اینجا فکر کنم جنا اینجا میخوابن. تخت خواب جن زده است. آره دیگه. آقا اینجا رفتیم خیلی هم خوب بد ترسناکه. بریم جای بعدی. آقا چه آقا مهدی اومد. آقا مهدی اومد. گربه مشاهده میکنید. آی پیچه سیگار زد تو کلم. بچه پی زدی ناکن بچه به بچه ها بگو اومد. ادب زیادی داره میبینی. تلفن جن زده. نگاه کن یه ساعت اینطوریه. آب میخوره. آب بخور. دقیقا خوش کنی. خوشمزه است. آب خوشمزه است. این که مشاهده میکنید داره آب مینوشه. آقا آب میخوردم تا چند دقیقه پیش. من یه عرضه بگم احسان فیلم گرفت ولی فیلم نگرفت. فیلم گرفتی؟ آقا من یه بار دیگه باید این ویدیو رو کامل ببینم. آقا من پام یه پوش اینجا کلن پر آشغاله. نمیدونم اینجا باش قرارداد آشغال بست. آقا خیلی راه داریم میریم. هنوز راه نرسیم. آقا این پارت اول ویدیو ترسناک بود. دیگه الان یه جایی میخوایم بریم بیشتر تاریخیه یا ترسناک؟ ها؟ تاریخیه میگن. خب اگه تاریخی باشه ربطی به ترسناک نداره. خب من دیگه همینجا ویدیو رو کات میکنم.